احتمالاً برای همه ما پیش اومده که صبح احساس خستگی میکنیم و حوصله هیچ کاری رو نداشته باشیم. مهم نیست به اندازه کافی خوابیده باشید یا نه. در هر صورت صبح ممکن است خسته و کوفته باشید و بدنتون انرژی و شادابی لازم رو نداشته باشه. در این مواقع خیلی ها به قهوه و نوشیدنی های انرژیزا رو میآورن تا صبح را با انرژی بیشتری آغاز کنن. ولی زیاده روی در مصرف کافئین چیزی جز استرس و اضطراب را در درازه روز به دنبال ندارد. جدا از این باعث می شود همواره به دستشویی هم بروید. اگه میخواهید انرژی صبحگاهی بیشتری داشته باشید، میتونید راهکارهای طبیعی و کارآمدتری را امتحان کنید که عوارضی هم به دنبال ندارن. در این ویدیو میخوایم 9 راهکار را معرفی کنیم که به شما کمک میکنن آسانتر با خستگی صبحگاهی مقابله کنید و با شادابی بیشتری به انجام کارهای روزمره خود بپردازید. این 9 راهکار شامل ورزش‌ها و ترفندهایی میشن که کاملا ساده هستن و وقت زیادی هم از شما نمیگیرن. پس اگه میخواهید انرژی صبحگاهی بیشتری داشته باشید و خستگی رو از خودتون دور کنید، در ادامه ویدیو با ما همراه باشید. با این 9 راهکار روزتان را با انرژی بیشتری آغاز کنید. شماره 1: زنگ و آلارم را به تعویق نیندازید. بسیاری از مردم زمانی که آلارم گوشیشون زنگ میخورد دکمه اسنوز را میزنند و دوباره کمی استراحت میکنند. این اتفاق دست کم چند باری رخ میدهد تا بالاخره از جاشون بلند شوند. شمار بسیاری دیگری هم از شب قبل چندین ساعت با فاصله چند دقیقه کوک میکنند و دقایق یا حتی ساعت‌های ابتدایی روز را به شمارش این زنگ‌ها و از جا بلند نشدن اختصاص میدن. اگه کم و بیش نیم تا 1 ساعت پایانی خواب شبانه خود را با بیدار شدن و دوباره خوابیدن سپری کنید، یعنی همون چیزی که پژوهشگران با نام خواب تکه تکه میشناسن، بدون شک با پیامدهای منفی بسیاری در درازه روز مواجه خواهید شد. یکی از این پیامدهای اساسی خستگی و پایین آمدن کارکرد جسمی شماست. بهترین کار اینه که نهایت 2 بار زنگ کنید. یکی برای ساعتی که واقعاً میخواید بیدار شوید، یکی هم 90 دقیقه پیش از اون. زمانی که برای بار نخست بیدار شوید، میتونید دوباره 90 دقیقه تا ساعت دوم استراحت کنید. این 90 دقیقه میتواند یک چرخه خواب کامل در نظر گرفته شود که انرژی بیشتری به شما برای بیدار شدن در ساعت دوم میدهد. زمانی که از خواب بیدار میشید، بدنتون کرخت و بیحال است. شما در آن 90 دقیقه میتوانید این کرختی را از بین ببرید تا هنگامی که ساعت برای بار دوم زنگ میخورد خبری از بیحالی نباشد. انرژی بیشتری داشته باشید و به آسانی از جایتون بلند شوید. شماره 2: اول از همه 1 لیوان آب بنوشید. خستگی و بیحالی یکی از نشانه‌های همیشگی کم آبی بدن هستند و حتی اگر کمی احساس تشنگی کنید و بدنتون کم آب شود هم با خواب آلودگی و کمبود انرژی مواجه خواهید شد. در صورتی که آب کافی به بدنتون نرسد، به نشانه‌هایی از جمله کاهش کارکرد مغزی، شناختی و اختلالات خلقی برمیخورید. بنابراین پیش از آن که به سراغ کاری دیگری برید، بلافاصله پس از بیدار شدن آبی کافی بنوشید تا سوختی کافی به بدنتون برسونید. جدا از این، باید در باقی ساعات روز هم بدن را سیراب نگه دارید. پس فقط به ابتدای روز بسنده نکنید و تلاش کنید همیشه آب کافی و مایعات بدون کافئین مصرف کنید. با وجود این، دقت داشته باشید که زیادی آب ننوشید. اگرچه آب برای سلامتی ضروری است، ولی زیاده روی در مصرف آن هم میتواند مشکلات گوناگونی را به دنبال داشته باشد. شماره 3: با یوگا و حرکات کششی بدنتون را نرم و شاداب کنید. انجام حرکات کششی در ابتدای روز حس خوبی را به دنبال دارد. دلیل آن هم رویدادی است که برای بدن و ماهیچه‌ها در درازه شب رخ می‌دهد. هنگامی که خواب هستید، ماهیچه‌های شما فلج میشن. پس از بیداری به احتمال زیاد احساس گرفتگی و کوفتگی می‌کنید و به همین دلیل خسته و خواب‌آلود خواهید بود. در این مواقع اگه حرکات کششی و تمرین‌های یوگا را انجام دهید، ماهیچه‌ها را نرم و فعال کرده و همچنین هورمون‌های حال خوبکن و انرژیزا را در مغز ترشح می‌کنید. در نتیجه احساس خستگیتون از میان میرود و سرشار از انرژی و حس خوب میشید. جالبه کار اینجاست که برای نتیجه گرفتن نیازی نیست زمان زیادی رو صرف ورزش کنید. شما تنها با کم و بیش 25 دقیقه انجام یوگا هم میتونید صبح پر انرژی داشته باشید و با روحیه قوی تر زندگی روزمره خود را آغاز کنید. شماره 4: صورتتان را با آب خنک بشویید. دوش آب سرد در ابتدای روز میتواند معجزه کرده و شما را حساب سر حال کند. حتی اگر نخواهید دوش بگیرید، می توانید دست کم صورت خود را با آب خنک بشویید و تأثیر آن را به چشم ببینید. این تغییر درجه ناگهانی مغز شما را بیدار می کند و خستگی را از تنتان فراری می دهد.
اگر مشکل اصلی شما اینه که نمیتونید از سختی یا رخت خواب دل بکنید و صورتتون رو بشویید، باید یک بطری آب یا آبپاش کنار خودتون بگذارید تا همون ابتدای روز صورت خود رو خیس کنید بدون اینکه نیازی باشه چشمانتون رو باز کنید. شماره 5. صبحانه مقوی بخورید تا حسابی پر انرژی شوید. هنوز بحث سر این که آیا صبحانه مهمترین وعده غذایی است یا نه وجود دارد، ولی پژوهش‌های معتبر همچنان نشان می‌دهند که حذف این وعده غذایی می‌تواند روی انرژی و توانایی بدن شما در درازی روز تأثیری منفی بسیاری بگذارد. غذا سوخت بدن ما است. اگر در ابتدای روز سوخت کافی به بدنمون نرسونیم، بدون شک انرژی کافی نخواهیم داشت و احساس خستگی خواهیم کرد. شما باید تلاش کنید در ابتدای روز غذاهای مقوی و پر انرژی بخورید تا شادابی بیشتری داشته باشید و بتونید به آسانی به سراغ باقی روز بروید. البته دقت داشته باشید که زیاده روی نکنید، زیرا پرخوری و شکم پر شما را خسته و بیحال خواهد کرد و انگیزتون رو از بین خواهد برد. صبحانه شما باید شامل مواد مغذی از جمله پروتئین، فیبر و ویتامین باشد. از بهترین گزینه‌ها برای صبحانه میتونیم به تخم مرغ، آجیل و مغزها، کره بادام زمینی، میوه‌های مانند موز و سبزیجاتی از جمله سیب زمینی اشاره کنیم. ممنونم که تا اینجا با من همراه بودید. اگه تا حالا کانال ما رو سابسکرایب نکردید، خوشحال میشیم کانال ما رو سابسکرایب کرده و نظرتون رو در قسمت کامنت برامون بنویسید. تا مطالب بعدی شاد و موفق باشید.